باید ذکر نمود که چون همه ساله سنه 23 مای روز جوانان قید کرده می شود. به این مناسبت امروز در شهر ترسونزاده چهاربینی‌های باشکوه دایر گردید. نخست عکس جوانان یا خود راهپیمایی تحت عنوان جوانان پیرو پیشوای ملت و دوام دهندگان هدفهای عالی کشور از نزد میدان شاه اسماعیل سامانی با اشتراک 10,000 نفر جوانان، ورزشگران، دانشجویان و جوانان کسب و کار گوناگون با پرافشانی پرچم، شعار و آویزه‌ها، عکس‌های رمزهای دولتی تا نوروزگاه بهار استقلال راهپیمایی دایر نمودند. پیش از آغاز چهاربینی در نوروزگاه بهار استقلال نمایشی ورزشی دستاوردهای دانشجویان کالج آموزشگاه‌ها در قسم دیگر دستاوردهای خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی لیسه و گیمنازیاها به نمایش برآورده شد. بعداً چهاربینی تنتنوی تحت شعار جوانان پیرو پیشوای ملت و دوام دهندگان هدفهای عالی کشور دایر گردید. در آغاز رهبریت شهر به سخن برآمده تمام جوانان ترسونزادگی و در سیمای آنها جوانان تاجیکستان را تبریک و تهنیت نمود. ضمن سخنرانی‌های خویش رئیس شهر ترسونزاده محترم سجادالدین سلامزاده قید نمودند که در پیام امساله خویش پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان 22 دکبر سال 2016 بار دیگر قید نمودند که جوانان باید از همه قشرهای جامعه بیشتر فعال باشند، تشبس‌های سازنده پیشنهاد نمایند، رمزهای دولتی، مقدسات ملی و دستاوردهای استقلالیت را حفظ کنند، در حیات سیاسی و اجتماعی تاجیکستان با دست و دل گرم و نیروی بنیادکارانه شرکت ورزند، امنیت دولت و شرف و ناموس وطنداری را حمایت کرده خود را از همه خوف و خطرهای نامطلوب جهان معاصر امین نگاه دارند و پرچمبرداران این سرزمین، مرزبان و کشور مقدس همان باشند. حکومت کشور تحت راهبری محترم پیشوای ملت نسبت به جوانان توجه و غمخواری مخصوص ظاهر نموده و خاطر دستگیری آنها تمام تدبیرهای ضروری را عملی می‌گرداند. در این دوره جهت پیشبرد سیاست دولتی جوانان و فراهم آوردن شرایط مساعد برای انکشاف همه‌جانبه آنها نقشه و برنامه‌های زیاد قبول و عملی گردید که به شرایط مساعد زندگی و تحصیل، کسب آموزی و فعالیت پرثمر جوانان مساعدت می‌کنند. واقعاً جوانان در جامعه همچون قوه بزرگی پیشبرنده و بنیادگر اعتراف شده رشد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را به اشتراک فعالانه آنها تصور کردن غیر امکان است. با در نظر داشت سهم جوانان در رشد جامعه و اشتراک فعالانه آنها در حیات سیاسی و اقتصادی مملکت، محترم پیشوای ملت در پیام امساله‌شان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سال 2017 را سال جوانان اعلان نمودند که نشانه باوری و محبت سرور دولت نسبت به جوانان کشور ارزیابی می‌گردد. در رفتین چهاربینی تنتنوی به جوانان فعال و مربیان و ورزشگران سپاسنامه‌های رئیس شهر و به برندگان استیپندیای رئیس شهر ترسونزاده 900 سومانی مبلغ‌های پولی تقدیم کرده شد. پس از انجام قسم تنتنوی برنامه‌های فرهنگی بخشیده به روز جوانان تاجیکستان پیشکش اشتراکداران گردانیده شد. در واقع روز جوانان در شهر ترسونزاده با شکوه جلال خاصه برگزار شد و به اشتراکداران تأثیرات نیک باقی گذاشت. صابر جان سعیدов، سیفالدین ابراهیمov، شهر ترسونزاده، جهانما.